قربان برای وام ازدواج مزاحم. چند سال ازدواج کردیم؟ 1 سال و نیمه. شناسنامه ها قباله ازدواج، 2 فقره چک 2 برابر با هم سفته به اندازه کافی و 2 تا کارگر 2 تا کارمند و 2 تا فوتبالیست پشتش امضا کرده باشن. بله قربان، فقط معذرت میخوام، فوتبالیست لیگ 1 بازی میکنن، ایجاد که نداره که؟ فورواردم؟ بله. مشکلی نداره. یه زامنم باید جلوی در تحویل میدادی، تحویل دادی؟ بله قربان، خالمو دم در تحویل داد. رسید خالت. اینم رسید. توصیه نامه دارم برای دریافت وام. چقدر وام می‌خواستم قربانتون برم؟ 2000 میلیارد تومان. 2000 اشتغال زایی می‌فرمایید 2000 میلیارد؟ نه در تخصصم نیست. در تخصصتون نیست. کار تولیدی انجام میدین؟ اونم در توانم نیست. در توانتون نیست، خواهش میکنم. پول پس میدین؟ فکر نمی کنم جزء برنامه‌م نیست. جزء برنامه‌تون نیست، خواهش میکنم. پول قراره تو ایران هزینه بشه؟ نه خیر، قرار فردا بعد از ظهر فرار کنم. بله خواهش میکنم. تا کی تو حسابتون باشه قربان؟ تا فردا صبح. اطاعت هم میشه.